موضوع اساسی تری که روی آن امروز توجه میکنیم، زبان همچون سلاح مبارزه سیاسی و سلاح یا پرچمی مبارزه استقلال خواهی تاجیکان چه نقش داشته است. این بحثی بسیار جدی است، زیرا اگر ما تمام تاریخی خود را چی تا اسلام چی بعد اسلام نگاه کنیم، میبینیم که مبارزه ما، اراده ما، موقع ما در زبان همیشه افاده یافته است و زبان اون پرچمی بوده است که هرگز خم نشده است، هرگز پایان نشده است. اگر فقط همین دوره 1000 سال اخیر یا 1000 و چند صد سال اخیر رو گیریم، وقتی که عرب ها آمدن آسیای مرکزی رو، منطقه ما رو اشغال کردن و در اینجا نظام خلافت جاری شد، بینید که مردم ما حتی زمانی که دین را قبول کردن، زبان را عوض نکردن و در تمام تاریخ ها آمده است که در بخارا، در سمرقند، در آسیای مرکزی مردم اول به زبان تاجیکی، البته زبان تاجیکی به این معناش اون وقت نبود، در آغاز عصر 8 به زبانهای مادری و محلی خود عبادت میکردن و خود همون اولین ترجمه متن نماز که مثلا تو حاضر هست، مثلا ببینید حاضرم، این تنها در تمام جهان اسلام تنها تاجیکا است که در وقت نماز خوندن میگه که نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز بامداد. یعنی ببینید که زبان تاجیکی را وارد عبادت کردن و تنها در بین ملت ما، این من حتی در مسلمانان امریکا و اروپا هم ندیدم، تنها در بین ملت ما نمازهای اسلامی نام تاجیکی دارد، بامداد، پیشین، شام، خفتن، اینا نام تاجیکی از نام عربی نیست. عربی اینا نام خودشون دارن و در تمام جهان اسلام با نام عربیش میگن، مثلا میگن نماز عصر شد، نماز عشا شد، خب نماز مغرب شد اینا. و عجیبش این است که همین نیت‌های نماز تاجیکی در تمام منطقه آسیای مرکزی و اویغورستان چین رایج شده بود و تاتارها، قرغیزها، ترکمنها، ازبکها، اویغورها تا حاضر مقدمه آغاز نمازشون رو به تاجیکی میگن و اونا فکر میکنن همین عربی است، همین مسلمانی است. لیکن این حالت خیلی جالب است که زبان چنین پایدار ماند. و یک پدیده بسیار عجیب دیگر که ما این از اکادمی علم ها استاد هستند، از استود اونجا دستخطای زیاد هست، یک پدیده بسیار جالبه که من میخوام همون را تأکید کنم، این است که اولین ترجمه های قرآن هم به زبان تاجیکی بود. چرا این چی معنا دارد؟ یعنی اگر شما ترجمه های قرآن که در عصر 8 شده است، در اول عصر 9 شده است بینید، مثل ترجمه های قرآن امروز نیست که فقط همون فعل و اسمش عربی تاجیکی باشد. همه کلمه، همه متنش تاجیکی است. این یک مثال آوردم، اگر نسخه قرآن عصر 9 اول عصر 9 در بخارا ترجمه شده است، در موزه استان قدس رضوی در مشهد در ایران محفوظ است و دکتر علی رواقی آن را به زبان امروز برگردانده است. شما اگر همون متن قرآن ببینید، قرآن تاجیکی نسخه استان رضوی کاملا تاجیکی است، ولی اگر یک ترجمه عصر 15 عصر 19 عصر 20 قرآن رو به تاجیکی بینید، قریب همه اصطلاحات عربی قرآنی باز در تاجیکیش هم آمده است. مثلا اگر بگید هذا کتاب، او میگه این کتاب است، اما در او قرآن اول نمیگفت که این کتاب است، کتاب عربی بود و این نامه است از پروردگار مثلا. یعنی تمامی متن تاجیکی بود. بعداً در عصرهای میانه در دوره خصوصا این ترک ها این ترجمه های پر از عربی پیدا شدن، وگرنه ترجمه های 2 عصر اول
اینم خیلی بود که در برابر همه اصطلاحات قرآنی اصطلاحات تاجیکی بود و همین قدرت او زبان را نشان می‌دهد که در همون دوره که گرچه ما فکر میکنیم اون آغازی تشکلش است، در همون دوره تاجیکی همین قدر قدرت داشت است که هم یک کتابی از نظر زبانی و سمانتیکی و فیلولوژی بسیار مشکل قرآن را دقیقاً برابرش زبان داشت است. این بسیار گپی مهم است و متاسفانه انا از دست رفت. بار دیگر میگم که قرآنایی که امروز داریم به زبان تاجیکی نصفش به زبان عربی است. اکنون بیم پیشتر به تاریخ مبارزه مردم ما در زبان. لحظه های بسیار مهمی تاریخی است که این چیز را نشان می‌دهد. ما 1000 سال رو در نیم ساعت گفته نمیتونیم، ولی بعضی لحظه های مهم که مثلا وقتی که به نزد لیث صفاری از اولین حاکمان تاجیکی بعد خلافت شعری عربی میارن یا متن عربی میارن، ایشون گفتن که شما من بعد به زبان سخن گویید، به زبان نویسید که من فهمم. این یکی از بزرگترین کارها در تاریخ ما بود که این اراده امیر صفاری باعث شد که شعر نوشتن تاجیکی به وجود بیاید، متن نوشتن تاجیکی به وجود بیاید و دربار زبان رسمی، زبان دولت دوباره تاجیکی شود. به همین اراده خود صفاری یک آغازی نو و احیای تاجیکی گذاشت. یا که کتاب مشهوری لغت فارس هست از اسدی طوسی. پیامش این است که زبان فارسی در برابر زبان عربی قدرتی بسیار بزرگ و از آن هم بزرگ دارد. حتی در همین لغت فارس اسدی طوسی میگوید که عرب ها با همه این ادعاشون در برابر رودکی شاعر ندارند و رودکی رو فقط زبان فارسی میتواند تید. چرا خیلی میگه؟ چون که آثار رودکی بسیار بزرگ بود، ما امروز نداریم. ما از همون 13,000 که میگوییم امروز مثلا همگی حدود 1000 بیت داریم. خب اگر و 130,000 بیت بوده است یا 1,300,000 بیت بوده است، ولی همگی 1000 بیت، اونم از درون لغت. و از جمله یکی از خدمت‌های بزرگی همین اسدی طوسی در لغت فارس همین است که در بسیار کلمه ها از دیوان رودکی مثال آورده است و همین مثال ها باعث شدن که شعرهای رودکی باقی ماند. از این رو اسدی طوسی و تولید لغت فارس خودش یک بنیاد به زبان شناسی ملی تاجیکی هست و با تمام همون ایده هاش. و یا خود استاد رودکی در قصیده وصف بخارا، البته این وصف بخارا نام است که در ادبیات تاجیک ماندیم، مثل همون شکایت از پیری و قصیده شکایت از پیری نام نداره، اما برای بچه ها چی نام نموره؟ میگیم که قصیده شکایت از پیری یا که همین قصیده وصف بخارا. در اینجا استاد میگن که امروز به هر وجه یا به هر وصف بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. یعنی در دوره ای که هنوز حکومت زیر تاثیر خلافت است، بخارای تاجیک زبان را، مرکز دولت تاجیکان را در برابر بغداد که مرکز قدرت خلافت بود گذاشتن و گفتن که امروز به هر وصف بغداد هم بخاراست. این یک موقع ملی است، این یک شعر نیست فقط، این یک پرچم برداشتن است، این یک اعلامیه استقلال است. بنابراین یک بیت رودکی به نوین جدیت باید بگیریم. و البته در ادامه این مثال اسدی طوسی و مثال رودکی اینو از دوره آغازی این حرکت، ولی بزرگترین لحظه در تاریخ مبارزه ملی ما که با واسطه زبان انجام شده است، این آفریدن شاهنامه است. و شاهنامه فردوسی با تفاوت از همه چیزی که تا اون نوشته شده بود، البته ما دیوان رودکی را در دست نداریم که قیاس کنیم،
ولی با همه آثار دسترس اگر در قیاس گیریم شاهنامه فردوسی اولین اثر است که هم از نظر حجم، هم از نظر قدرت بیان، هم از نظر هنر و هم از نظر پیام ملی داشتن همون مسئله بود و نبود این ملت و این تمدن را حل کرد و نقطه گذاشت. بعد شاهنامه دیگه هیچ کس شبهه نداشت که این زبان بزرگ است، این ملت بزرگ است، این تمدن بزرگ است و این تاریخ بزرگ است. بنابراین شاهنامه این جوابی بزرگترین ملت ما به تمام بحث‌های تمدنی تاریخی بود. شاهنامه و مسئله عرب و عجم را هم نقطه گذاشت، مسئله گذشته و آینده را هم. از این رو شاهنامه همچون شناسنامه ما، همچون کتاب بزرگ سیاسی ما پیش از همه اهمیت ملی و تاریخی و سیاسی دارد. و اگر دیدید که در همون توصیف شاهنامه خود فردوسی گپ عجیب میگه که بسی رنج بردم بر این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. در همین بیتی که هر روز میخونیم بیاده این کنسپسی است. چخیل بگید که در همین با این 30 ساله زحمت من عجم را، یعنی مردم ایران زمین را، تمدنی فارسی را دوباره زنده کردم. زنده کردم به چیزی میگن که در حال مردن بود، در حال سقوط بود، یعنی در اون عصر 7 8 9 حالتی که تمدنی ما پامال شده بود، بیاد که من دوباره گرفته به جاش آوردم. و از همه نکته ظریف که دقت نمیکنیم گفت که به واسطه زبانم این کار رو کردم، عجم زنده کردم بدین پارسی، یعنی به واسطه زبان را دوباره به جایگاهش برگرداندن من عجم را زنده کردم. یعنی اون رسالت خودش را بسیار دقیق بیان کرده است که پونکت 1 یا نکته اول یعنی عجم را زنده کردم، نکته دوم که این رسالت را به واسطه قدرت زبان فارسی انجام دادم. خب این فهمو. چرا روی این گپ ها تاکید میکنیم؟ زیرا اگر انمی تلاش همین مبارزه بزرگان ما نمی بود، یگان شبهه نیست که ما هم میتونستیم عرب شویم. حالا ممکن که در نظر ما ناممکن تابد، ولی شما بدید تاریخ مصر یک دولت و یک تمدنی بزرگ 5-7 هزار سال تمدنی تا اسلامی داشت. مجسمه هاش هنوز استادن که شما حیران میشید. زبان خود را داشت، دین خود را داشت، تمدن خود را داشت، ولی با پذیرفتن اسلام زبان عربی را هم پذیرفتن و مصری ها شدن عرب. سوریه یا شام همی سرنوشته داشت، عراق همی سرنوشته داشت و شمال افریقا همی سرنوشته داشت. اگر شمال افریقا بگیم که در اوج تمدنی نبود و با آمدن اسلام عرب را پذیرفت، این طبیعی است، عربی را پذیرفت، ولی شام، بابل، آشور، عراق، مصر اینا تمدن‌های بسیار بزرگی بودند که با پذیرفتن اسلام زبان را هم پذیرفتن و شدن عرب. شما ببینید که امروز حتی در نام همین کشورها مثل جمهوری مصر عرب، جمهوری عربی سوریه، جمهوری عربی لیبیا، در حالی که یا عرب نیستند و نبودند، اینا با پذیرفتن زبان عربی هویت ملیشون هم تغییر یافت. همین کار میتونست نسبت ما هم شود اگر همین استادگری بزرگان ما در زبان نمی بود.